عمر خادم بوده، ایرانی‌ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی این نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هرچی سنی حرومزادن. عمر لعنت الله علیه، این ابوبکر لعنت الله علیه. فاش نمیدم من دلیل کفرش را از قرآن بیان میکنم. شما که فهم ندارید، شعور ندارید، یا حرف مرا نمیخواید بفهمید، دیگه اون تقصیر من نیست. من چی میگم؟ من نگفتم عمر مادرش بله اینطوری، پدرش اینطوری. فاش کجا دادم؟ فاش میدونید، فاشا کلمات فاش در زبان فارسی مردم میدونن چه. من فاش دادم؟ من میگم در قرآن کریم آیه نازل شده بر کفر عمر. این فاشه. اینو میگم آیه نازل شده سوره حجرات آیه 1 2 3 4 5. این کفر عمر رو میرسانه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، توهین کرده. میخوام ازتون میخواستم بدونم که آیا از نظر شما در قنوت نمازهای واجب، نمازهای پنجگانه، لعنه بر ابوبکر و عمر و عثمان به صورت مستقیم، یعنی نام ببریم اللهم عن عمر، اللهم عن فلان، جایز هست یا نه؟ نه تنها جایزه اگر تقیه نباشد بهترین کار. اگر تقیه نباشد، مثلا یک وقتی میری در کعبه، در مسجد الحرام این کار رو انجام میدی، اونجا کشته میشی اگر این کار رو انجام بدی، و بقیه زوارم کشته میشن. این کار رو اونجا انجام نده. اما یک وقت در خانه خود، در هتل، در یک جای، یا در همون مسجد الحرام یواشکی تو دلت میخواد، این بهترین کاره، بهترین عبادته. لعنت به تو و اموجارت و اینجور طرز تفکر تو. خون فاطمه زهرا رو به خاطر بعضی مسائل پامال میکنی. جواب فاطمه زهرا قیامت چی میگه؟ معلوم. چرا اینجور میکنی؟ هر چیزی حسابی داره. خیلی خوب، درسته. پنجه توی اهل سنت نزنید، تقیه بکنید. ما از زمان پیغمبر، از زمان امیرالمومنین تقیه میکردیم که حالا میکنیم، حرفی نداریم. اما دیگه حالا تا این حد که تو دلم دیگه لعن نکن. مگه میتونیم ما با کسانی که فاطمه رو خانه نشین کردن، بستری کردن، عقد اخوت ببندیم؟ مگه میشه؟ خدا به عظمت الله ما را از خواب بهتر بیدار کنه. اما یه جمله، حالا یکی میگه آقا بچه شما میگه سنی ها حرومزاده. حرومزاده با ولد الزنا دو تاست عزیز. ولد الزنا یعنی مادرش به خطا رفت. اما حرامزاده یعنی این. من طبق فقه شیعه عرض میکنم، یکی از چیزایی که زن آدم به آدم حروم میشه اینه که آدم تو طواف نسایی که میره مکه 2 رکعت نماز طواف نسا را نخونه. طبق حدیث پیغمبر امیرالمومنین که من نشون دادم تو رساله. جناب عمر تو میشه من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادت نره؟ خدا بیامرزه با من میگه، با من گفت هر کی اسم اینا رو بشنوه و لعن نفرسته الهی نمک علی که میخوره حروم بشه. این عمر حرومزاده، او دیگه هم حرومزاده بود، هم لعنت، هم ولد الزنا بود. که میدونید که من سندش هم دارم، چون باباش خطاب اومد با یکی از کنیزا زنا کرد، بچه دار شد، دختر بزرگ شد، با همون دختر خودش اونم در حال هی زنا کرد، عمر به وجود. من سندش رو میذارم جون. آقا دیروز نامه برای من نوشته از اول تا آخر فحش و توهین که چرا به سنی‌ها فحش میدی. جواب اون نامه اینه برو یا به شیر مادرت نگاه کن یا به لقمه‌ای که بهت دادن. برو تحقیق کن درباره خودت، ببین با چی درست شدی که اینجوری حرف میزنی. برگ سومی از زندگی عایشه رو من ورق میزنم عزیزان بیننده که خاطرتون جمع باشد. نه تنها عایشه صدیقه نیست، بلکه باید از ریشه تحقیق کنید ببینید اصلا این مسلمان هست یا نیست. ابوبکر لعنت، عثمان لعنت،
بر آیشه فاحشه لعنت. ایام عمر چون حرم مولا علی جا همتون خالی. یا علی مدد. گویند که یک دانه ارزن به عمر می ارزد، نصفش به 2 ملعون دگر می ارزد. گویند که یک موزه دم اسب علی بر هیکل آن سبی پدر می ارزد. یا علی بر عمر حرومزاده لعنت. بی شمار بر عایشه حیفت فاحشه سلقلقیم لعنت. بی شمار بر عمر لعنت. بی شمار بر عمر لعنت. بی شمار بر عمر حرومزاده لعنت. بی شمار بر ابوبکر لعنت. بی شمار بر عثمان لعنت. بی شمار بر عایشه حیف فاحشه لعنت. بی شمار خوشنودی آقای امام زمان یا امیرالمومنین، امشب یه عیدیه بزرگ تقدیم ای دست جمع کن، فرج آقا صاحب زمان. امشب ما جمع شدیم تبدیل بشیم. به برادرها و خواهرای شیعه هم گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار. دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. برادران و بله منم میگم برادران و خواهران شیعه، بله با شیعیان برادران و خواهران ما هستند. اگر برادران و خواهران دینی نباشند به فرض محال برادران و خواهران انسانی هستند. لکن شیعیانی که شرک نمی‌ورزند، شیعیانی که به امهات المؤمنین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، من در بین شیعه بزرگ شدم. یکی از امینا در مورد من در استاد سادات هم امروز در برنامه ذکر کرده بود که بله انصاری گفته که برادران شیعه، روافض میگه برادران. بابا جان من در بین شیعه درس خوندم، در کلاسی که تنها من سنی بودم، همه هم کلاسان من شیعه بودن. برادران اهل سنت از روی اعتقاد نه از روی سیاست همواره در کنار برادران شیعه و در کنار حضرت علی و مسئولین نظام جمهوری اسلامی بودند و در تمام عرصه ها و سانه ها از نظام جمهوری اسلامی قاطعانه حمایت کردند. با ارزشترین انسان بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه است، خلیفه اول اسلام. و امروز به کمال تأسف لعنت بر ابوبکر رضی الله عنه و لعنت بر عمر رضی الله عنه و لعنت بر عایشه رضی الله عنها و لعنت بر معاویه رضی الله عنه گفته میشه. مجموعه عقیده همه مسلمان ها است که افضل ترین انسان بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. اما عقیده روافض، شیعه های مشرک و کافر و ملحد، عقیده شان است که کافرترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. شیعه در کتب مختلف خود بر علیه اهل سنت، بر علیه اصحاب رسول الله، بر علیه ازواج رسول الله، بر علیه خود الله سبحانه بیان کردند. آنها را ما از کتاب‌های شیعه پیدا کردیم و انشالله با حواله کامل خدمت شما می‌خوانیم. و ببینید شما آیا شیعه‌ای که با این عقیده منفور، با این عقیده باطل، این چنین عقیده‌ای داشته باشد، آیا این شیعه کافر است یا نه؟ آن جوانهایی که سوال کرده بودند شیعه چطور کافر است، من برایشان میگویم که این طور کافر است. این کافر بودن شیعه است و ثابت میکنم. چند تا از این حوالجات را برای شما میخوانم از کتب شیعه، گوش بفرمایید. چطور ما با اینها برادر شده میتونیم؟ چطور با اینها یک جا شده میتونیم؟ الله جل شانه علمای حق در قرآن کریم توصیف کرده، گفته از همه مؤمنین و مسلمین از الله پیشتر علما میترسن و میفرماید آیا کسانی که میدانن و نمیدانن برابرن؟ کلا برابر نیستند. اما یک عده از علمای مزدور و تومنخور و دلارخور و دموکرات و سیکولر و ملاهای بیدین مشرک، ملاهای ملحد، ملاهایی که
دین به تومنهای ایران فروختن و به دلارهای آمریکا فروختن. اینها را مثال میده مثل خرهای کتاب بار کرده، مثال به خوک و خنزیر. علمای بنی اسرائیل، علمایی که از ناموس مؤمنین و مادر خود عایشه رضی الله عنها دفاع نمی کنند، علمایی که در او مجلس شرک و کفر و بدعت حاضر میشن، با واسطه 4 تومانی که برایشان میدهند بادارایشان، چون اینا به صفات رزاقیت الله ایمان و یقین و اخلاص ندارن که الله رازق ماست و رزق ما را داده میتونه. فلحاظ اگر تومن ایران و کالدار پاکستان و دلار آمریکا نباشه، این بدبختا باز از گرسنگی میمورن. چندین حواله از کتب شیعیان پیدا کردیم و اسم کتاب و صفحه و جلد و اسم مؤلف را برایتان بیان میکنیم. شما جوانان اهل سنت ببینید، آیا شیعی که افکار و این چنین نظریات شوم و پلیدی داشته باشد، آیا این کافر است یا مسلمان است که شما میگویید شیعه چطور کافر است؟ یک، خداوند سبحان معاذالله، خداوند سبحان انشالله ببخشد گرچه الفاظی بسیار کفرآمیز و غلط هستند، ولی جهت اثبات کفر شیعه و بیرون آوردن جوانان ساده‌لوح خود از سادگی و غلط فهمی آنها نسبت به شیعه مجبورم این الفاظ غلط را بخوانم و الفاظی را که شیعه با زبان و قلم پلید خود بیان کردند مجبورم آنها را یک بار دیگر بخوانم. انشالله خداوند سبحان ما را از این گناه ببخشد. یک، خداوند سبحان گاه گاه دروغ هم میگوید و اشتباه هم میکند. این یکی از کتابه های شیعه هست، اسمش هست اصول کافی جلد 1 صفحه 328. اسم مؤلف یعقوب کلینی. الله جل شانه توفیق بده که ما حق بشناسیم و به حق عمل بکنیم و پیروان حق باشیم و با اهل حق باشیم. حقیقتی است که بزرگترین مسئولیت را یک عالم دین دارد. علما وارثین رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. چطور ما به یک انسان مشرکی که بگوید ابوالفضل و علی و حسن و حسین و مهدی و امام زمان عین الله، در ذات الله شریک و در صفات الله شریک، معاذ الله. قرآن کریم اینا را برادر ما نگفته، قرآن کریم اینا را دشمن ما گفته. اشداء علی الکفار، اینا مشرک و ملحد هستند و اینا هرگز برادر ما شده نمیتونند. دو، قرآن موجود تحریف شده می باشد. حواله حیات القلوب جلد 3 صفحه 10 مصنف میرزا بشارت حسین. 3، به خاطر خلفای شرابخوار این قرآن را تبدیل کردند، منظورشان خلیفه اول، دوم و سوم ابوبکر و عمر و عثمان می باشند. حواله کتاب ترجمه مقبول صفحه 479 مقبول حسین دهلوی. 4مین مسئله، در این قرآن ستون کفر را استوار کردند معاذالله. تفسیر صافی جلد 1 مقدمه 6 صفحه 30 مطبوع تهران طبع جدید. در یک کتاب دیگر میگویند منافقین از قرآن خیلی چیزها را بیرون آوردند. اسم کتاب احتجاج تبرا جلد 1 صفحه 382 مطبوع قم طبع جدید. و چند تا دیگر از حوالجات رو رد میکنم و در ادامه در یک جای دیگه میگویند حضور صلی الله علیه و سلم با حضرت عایشه در حالت حیض جماع میکردند. اسم کتابشون تحفه حنفیه صفحه 272 غلام حسین نجفی جامع منتظر. وقتی که قرآن کریم میگه ما از ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، طلحه رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، ابو عبیده بن جراح رضی الله عنهم اجمعین و از تمام صحابه رضی الله عنهم اجمعین اعلان رضایت کردم. چرا اینا الله را دروغگو کاذب میگن نعوذ بالله و بر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن و نفرین میفرستند و 16 آیت به پاکدامنی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که روافض به اینا ایمان ندارند و منافقین بدبخت دیگر هم میرن مجالس و محافل اینها را تایید میکنن. در یک جای دیگر انس بن مالک ساقی می دربان رسول صلی الله علیه و سلم بود که خبرهای جماع رسول صلی الله علیه و سلم را پنهان میکرد و رازدارش بود معاذ الله. اسم کتابش یعنی تنزیه انصار حصه دوم صفحه 56 از غلام حسین نجفی جامع منتظر. در یک جای دیگر میگویند رتبه امامت از رتبه پیغمبری بالاتر است که اینو آخوند میگوید ما کی گفتیم حضرت علی از پیغمبر بالاتر است. این یک شیعه دیگه اینجا دارد میراشد که رتبه امامت از رتبه پیغمبری بالاتر است. اسم کتاب حیات القلوب جلد 3 صفحه 2 ملا باقر مجلسی ملعون لعین مطبوع تهران طبع جدید. خدا لعنتش کند بی شرف را. یکی دیگه پیغمبر گدای درب حضرت علی است. اسم کتاب خلقت نورانیه جلد 1 صفحه 201. در یک جای دیگه کسی که منکر خلافت اول علی باشد کافر است. حواله انوار الامانیه جلد 3 صفحه 264 مطبوع تهران طبع جدید. در یک جای دیگر میگوید شیعه میگوید حضرت ابوبکر و عمر و عثمان به خاطر ترک امامت حضرت علی مرتد شدند معاذ الله. حواله اصول کافی جلد 1 حدیث 43 صفحه 420 مطبوع تهران طبع جدید.
الله جل شأنه ما را محب مسلمین و ما را دشمن کفار و مشرکین بگردانه و توفیق بده که ما به کتاب الله و منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بکنیم. امام ابن عابدین شامی رحمت الله علیه در فتاوای رد المختار جلد 3 صفحه 201 می فرماید کسی که سیدنا ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه و علی رضی الله عنه و حسن و حسین رضی الله عنه و معاویه و عایشه رضی الله عنهم اجمعین را فاش بدهد، لعن و نفرین کند، فتوای امام ابو حنیفه رحمه الله است که کسی به کفر این شک کند او هم کافر است. چرا که اینها در ذات و صفات الله شک آوردند و در قرآن کریم زیادتر از 150 آیت در مورد صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. صحابه بودند که دین به تمام جهان رساندند. صحابه بودند که با دعوت و شمشیر جهاد خود از ارزش‌های اسلامی دفاع کردند و سینه مبارک خود را سپر قرار دادند برای دفاع از اسلام و از شعائر الله و از عزت و عفت مسلمین و به سبب رشادت‌ها و قربانی‌های آنها امروز 1,600,000,000 مسلمان در روح زمین الله را پرستش می‌کند و اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم. در یک جای دیگر وقتی امام مهدی می آید در سر روضه رسول صلی الله علیه و سلم می رود، ابوبکر و عمر را از قبر بیرون آورده اعدام می کند معاذالله. مجمع المعارف صفحه 49 مطبوعه تهران طبع جدید. یک جای دیگر شیعیان در کتب دیگر می نویسند گوشت و خون و پوست ابوبکر پرورده خون خنزیر است معاذالله. حواله مکالمات حسینی صفحه 8 مطبوعه تهران طبع جدید. یک جای دیگر خلفای ثلاثه یعنی ابوبکر و عمر و عثمان از رامچندرجی هندوها هم افراد پلیدتری بودند معاذالله. اسم کتاب لعنتی ها آتشخانه بتول صفحه 47 از عبدالکریم مشتاق ملعون که به دست سپاه صحابه به دست سربازان سپاه صحابه پاکستان به هلاکت رسید و قطع شد که جهنم بر او مبارک باد. در یک جای دیگر یکی از شیعیان می نویسد پدر حضرت عثمان و حضرت طلحه منحوس بودند معاذالله. اسم کتاب کلید مناظر صفحه 270 برکت علی گوشه نشین. در یک جای دیگر در یک جای دیگر شیعیان می‌فرمایند حضرت عثمان حضرت کلثوم را از اذیت جماع کشت و بعد در حالت مرده با او همبستری کرد معاذالله. اسم کتاب شیعه قول مقبول صفحه 432 غلام حسین نجفی جامع منتظر. در یک جای دیگر نوشتند اگر کسی اسم ابوبکر و عمر و عثمان را بر آله تناسل خود بنویسد و همبستری کند انزال نمی‌شود معاذالله. تحفه حنفیه صفحه 250 از غلام حسین نجفی منفور ملعون مال جامعه منتظر، خدا لعنتش کند. در یک جای دیگر می نویسند معاذالله پدر حضرت عمر با خواهرش زنا کرد در نتیجه عمر پیدا شد. ای مسلمانان شما بگویید آیا این شیعیان مسلمان هستند؟ حواله اسم کتابشون داستان اصحاب رسول از زبان قرآن و حدیث. چه اسمی؟ از داستان اصحاب رسول از زبان قرآن و حدیث از عاشق حسین نقوی، خدا لعنتش کند. میگویند که بعد از وفات حضور صلی الله علیه و سلم به جز 3 نفر بقیه تمام صحابی مرتد شدند، یعنی ابوذر و مقداد و سلمان. بدبخت فراموش کرده. اسم کتابش اول بگم روضه کافی جلد 8 صفحه 245 حدیث شماره 341 مطبوع تهران طبع جدید. فراموش کرده که علی و حسن و حسین هم صحابی بودند. میگه به غیر از 3 نفر بقیه همه مرتد شدند. ای لعنت بر تو باد، آدم دروغگو حافظه ندارد. در یک جای دیگه این چنین ملعون ادامه میدهد معاذالله حضرت عایشه همانند دختران آمریکایی یا اروپایی بود معاذالله. اسم کتاب لعنتی ها حقیقت فقه حنفی صفحه 6 غلام حسین نجفی لاهور. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد خلفای راشدین می‌فرماید علیک بسنت و سنت خلفای راشدین. برای همه امت لازم است که تمسک کنه به سنت رسول الله و سنت خلفای راشدین رضی الله عنهم اجمعین. اما امروز روافض شیعه های مشرک و کافر و ملحد بر ابوبکر رضی الله عنه بر عمر رضی الله عنه لعنت میگه و او رو کافر و مرتد و زانی و قاصی به خلافت میگه و به ایمان و به عقیده از او ذره باور نداره و کافرترین انسان به نزد مکتب شیعه و روافض ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه است نعوذ بالله. و امروز ملای بیدین ما، ملای مشرک ما، ملای تومنخور ما با ریشای سفید بلند و با بادیگاردا و با عبا و با قبا و با چپنهای خود میرن در مجلسی که لعنت بر ابوبکر و عمر و عایشه و معاویه رضی الله عنهم اجمعین گفته میشه. در همون مجلس داخل میشن همون شیر و حلوا و نظر غیر الله کثیف و حرام و مردار اینا رو میخورن و بعد دشمنی خود بر الله و رسول
و صحابه رسول الله اعلان میکنن به واسطه 4 تومن ایران و به واسطه که 4 روز شورای شیطانی و اخوت به اینا کفته و زرمار میدهد. و نمیتون ملاهای بیدین و مشرک خیلی زیاد داریم که قرآن کریم هم میگه که بعضی از علما مثل خرای کتاب بار کرده هست و بعضی از علما مثل خوک و خنزیل است. در یک جای دیگه این چنین بیان میکند: حضرت انس بن مالک، ابو هریره، عمرو بن عاص، امیر معاویه و عایشه از بدترینان زمانه خود بودند معاذالله. اسم کتابشون مکالمات حسینیه، صفحه 59، طبع تهران، طبع جدید، مطبوع تهران، طبع جدید. در یک جای دیگه این چنین او میکند چیه؟ میگوید که مادر حضرت امیر معاویه از زنان مشهور بدکار مکه بود معاذالله. اسم کتاب لعنتی ها احسن المقابل، جلد 2، صفحه 472، مال صفدر حسین نجفی ملعون، بانی جامعه منتظر لعنت الله علیه. در یک جای دیگر این چنین ادامه میدهد چیه؟ میگوید که حضرت عبدالرحمن بن عوف فرعون امت بود معاذالله. سیاست راشده، صفحه 195، از علی اکبر شاه کراچی. حالا که رسول الله میگویند حضرت عبدالرحمن بن عوف از بهترینان و از امانتدارترینان بودند و ایشان را از عشره مبشره به حساب. تو به هیچ کس ایمان و اعتماد نداری، تو دشمن اسلام هستی. و بعد میفرماید علمای ربانی را میفرماید که از همه مؤمنین از الله پیشتر علما میترسند. چرا امروز یک نفر به استاد تو، به پدر تو، به مادر تو فاش بزنه او را از شر میکشی، و کسی که بر ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عایشه و معاویه فاش میزنه، همین رافضی های بدبخت در هرات، در همین لیسه توحید هرات فیلم بازی نکردن، عکس خر و سگ ابوبکر و عمر تیار کرده بودن، نعوذ بالله. توهین نکردن، 10 بار از منابر همین توهین و تمسخر نکردن به صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما یک عده از ملاهای چاپولوس و ملاهای آمریکایی صفت و انگلیس صفت و بیدین و بی ایمان نعوذ بالله به این مجلس های کفری اینا شرکت میکنه. شیخ الحدیث و تفسیر هم نامشان است و به کمال تاسف مردم هم باز به می ریشای سفید از اینا و به می چپن اباقبای از اینا بازی خوردن و نشناختن که عالم واقعی کیست و عالم ربانی کیست. شما دفاع از امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد حنبل رحمه الله میکنید. آیا کسی که دشمن ائمه و اسلاف و دشمن دانشمند اسلام باشه کافر است؟ کسی که دشمن ابوبکر و عمر و عایشه باشه با او برادر تو شده میتونه؟ شما چرا مقام صحابه و مقام تابعین و تبع تابعین از هم فرق کردن نمیتونید؟ الله جل شانه با حق است. فیصله ای نیست که هر کس معلومات زیاد داشته باشه و بهشتی است. فیصله ای است که هر کس ایمان داشته باشه. و اینا بنده های دلار و کالدار و درهم و دینار هستند و اینا غلامان آمریکا و انگلیس و ایران هستند که دفاع از پدر و بابا و اجداد خود میکنن، دفاع از سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و معاویه رضی الله عنهم اجمعین نمیکنن. و به کمال تاسف که ایتا انسان های ضعیف و کمزور و بی ایمان هم شرع منفور خود را به مردم مشخص میکنن. الله جل شانه پیش از مرگ به ما توفیق حق گفتن نصیب کنه که ما 100 مرتبه شهادت بپذیریم و 100 سال زولانه های زندان بپذیریم، اما توهین بر پیامبر و صحابه و توهین بر زنان پیامبر نمیپذیریم. در یک جای دیگر میگوید امام جعفر صادق از جای نماز بلند نمیشد مگر اینکه بر 4 ملعون و 4 ملعونه لعنت نمیفرستاد. و امام جعفر میگفت یا الله لعنت تو بر ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه و حفصه و هند و ام الحکم باد. ای لعنت بر شما باد، لعنت بر شما باد که این چنین الفاظی به زمان می آورید. که در این رابطه امام جعفر صادق هرگز خبر ندارند و شما شیعیان این دروغ ها را از طرف خودتان درست میکنید. اسم کتابشان هست عین الحیات، صفحه 599، از ملا باقر مجلسی حرامزاده ملعون، مطبوع تهران، طبع جدید. و در یک جای دیگه میگویند حضرت عایشه ناصبه شد و مرد. ناصبه از سگ و خنزیر بدتر است معاذالله. اسم کتابشون توفه حنفیه، صفحه 41، غلام حسین نجفی جامعه منتظر. در یک جای دیگر میسرند سوره نور به خاطر ظاهر کردن کفر و نفاق عایشه نازل شد معاذالله. حیات القلوب، صفحه 594، از ملا باقر مجلسی ملعون حرامزاده، مطبوع تهران، طبع جدید. در یک جای دیگر شیعه این چنین میگوید حضرت عمر فاروق کافر اصلی و زندیق بود معاذالله. اسم کتابشان کشف الاسرار، صفحه 119، از خمینی ملعون، رهبر کفر نظام شیعه ملعون ایران. مصنف این کتاب خمینی ملعون هست که میگوید حضرت عمر فاروق کافر اصلی و زندیق بود. در یک جای دیگر میگوید حضرت شیعه میگوید حضرت ابوبکر صدیق مشرک، عمر منافق و عثمان کافر بود معاذالله. حواله شیعیان علی و شأن آنها، صفحه 54، غلام حسین نجفی. در یک جای دیگر میگویند حضرت عمر زانی مشهور بود معاذالله. اسم کتابشان تنزیه انصاب، صفحه 77، قسمت اول، از همون غلام حسین نجفی ملعون.
در یک جای دیگر میگویند حضرت عایشه و حضرت حفصه دو ازواج رسول مثل روباه چالاک زبان بودند معاذ الله. حواله اسم کتابشون چراغ مصطفوی صفحه 169 از اشتیاق کاظمی لعنت الله علیه. در یک جای دیگر این چنین بیان میکند که حضرت امیر معاویه با خواهران خود زنا میکرد معاذ الله. اسم کتاب ملعونشان هست یزیدیت گرسنه بلند شد صفحه 126 از خضر عباس لعنت الله علیه. در یک جای دیگر میگویند منظور از فاحشه فقط عایشه، ای مرگ بر شیعه. اسم کتابشان هست ترجمه مقبول صفحه 840. ای مسلمین، ای کسانی که ایمان شما این هست که حضرت عایشه صدیق همسر گرامی رسول خدا بودند و عزیزترین و نزدیکترین همسر رسول خدا بودند و دختر گرامی ابوبکر صدیق بودند. این حرامزادگان شیعه میگویند منظور از فاحشه فقط عایشه. آیا جهاد بر علیه این کفار، آیا جهاد بر علیه این کفار فرض عین نیست؟ اون عالمی که بگوید شیعه بر حق است و آن عالمی که بگوید من نماینده شیعه در فلان شهرستان هستم، من امروز اعلام میکنم اون عالم جز کفار هست.